از زمانی که این شهر به دست بنی اسرائیل فتح شد همواره در آرامش بود. اما حالا شما وحشت را بر مردم حاکم کرده اید و آنان بی جهت با هم نزاع میکنند. بی جهت نیست جناب یوئیل. دشمن به ما نزدیک شده و شیاطین بر ما اثر میگذارند. ای مردم، به خود بیایید. ما در آستانه خطریم. دروغ نگویید. خدعه نکنید. یتیمان و فرودستان را ادا کنید. نکند حسد ورزید یا به مال دیگری چشم دوزید. ربا نخورید، ربا نگیرید تا شیطان نتواند شما را لمس کند. بیایید به خدای مهربان پناه آوریم و به درگاهش توبه کنیم. دین و زندگی قبیله افرایم در این شهر بر اساس کتاب خدا تنظیم می شود. قانون موسیٰست، نه حرف اینا. حرف آخر، هر یک از شما که اعتراضی دارد قبیله خود را ترک کند و از این دیار برود. همین. این مردم سالیان درازی است که به این نوع زندگی خو گرفتند. چرا میخواهید همه چیز را به هم بزنید؟ قابل تحمل نیست. این التهاب مردم را به شورش کشانده. دیگر نمیتوانیم قبایل را اداره کنیم. همه به سوی سلیمان کشانده میشوند. او تابوت عهد و قوای سحرآمیزی در اختیار دارد. بازگشت شیاطین همه چیز را در اختیار او قرار خواهد. نه، بازگشت آنها به نفع ماست. آرا؟ چه کسی این جادوگر را به اینجا فراخوانده؟ من او را دعوت کردم. در این شرایط از هر وسیله‌ای باید بهره برد. گوش کنی، سوزه هایشان را نمیشنوی. بزرگان و نامآوران جهان با قدرت آنان کشورگشایی کردند و افتخار آفریدند. نمرود، فرعون، چه تمدن‌های عظیمی به وجود آوردند. حال پس از چندین هزار سال به زمین باز خواهند گشت و قطعا خدمتگزاران خویش را فراموش نخواهند کرد. شما نیز اگر ثروت جهان را خواهید، اگر سروری بر تمامی ملل را می با آنها هم پیمان شدیم؟ ما عالمان یهود مردم چه خواهند گفت؟ جناب یزار، از آن روز که سلیمان بر تخت سلطنت نشسته در انتظار درگیری جدی با او هستم. آنگاه که همچون پدرش به دروغ ادعای پیامبری کرد، ایمانم محکمتر و عزمم راسختر شده. اگر این موجودات بیایند، این جوان مغرور را در هم خواهند شکست. تقوا و اطاعت از سلیمان. آنچه خطرناک است اطاعت از سلیمان است و این باید نقطه شکست او گردد. وقتی کودکی بیش نبود، روزی میان صاحب کشتزاری و مردی که گوسفندانش شبانگاه زمین او را چریده و تباه کرده بودند منازعه‌ای شد. خداوند حکم آن را به سلیمان آموخت. داوود گفت دیدید او چه فضایلی دارد؟ اما مخالفان غوغا کردند که می‌خواهی کودکی را جانشین خویشتن کنی. پسرم با چشمان نافذ و تیزبینش به من می‌نگریست و من احساس می‌کردم که او خود را برای آینده‌ای سخت مهیا می‌کند. اکنون آن روز فرا رسیده است. میریام، من برای او می‌ترسم. مادر جان، خدا با ماست و ما را تنها نخواهد گذاشت. آل داوود تربیت یافته برای چنین روزی. من به پسرانم افتخار میکنم. امروز حالش چطور است؟
اون رو احساس میکنم هر روز بیشتر از روز قبل. بعد از مدت‌ها خداوند ما را مشمول رحمت خود قرار داده. از هم اکنون به او حسادت میکنم. احساس میکنم وقتی بیاید تمام توجه شما را به خود جلب میکنم. روزگار سختی رو میگذرانید. قبل از این هیچ پیامبری وارد چنین ماجرای خطرناکی نشده. آیا موفق میشویم؟ پروردگارا، مردم اورشلیم و شهرهای دیگر دوستدار شما هستند، اما از ایرادات کهن خویشند آیا در کوران حوادث سرافراز خواهند شد؟ چه شده؟ نمیدانم. چه میکنی؟ خداوند پناه ماست. سلیمان گفت با دعا و توبه به درگاه او میتوانیم نجات یابیم. در این شرایط تیزی شمشیر به کار میآید. آنها از مردمان قبیله ما هستند. آبرو دارند. رهایشان کن. آرام باشید. دیشب ندیدین چه گذشت؟ فقط مدتی از ایشان مراقبت میکنیم که اوضاع به صورت عادی برگرده. اینجا یک شهر نظامی نیست. جان زنها و بچه‌ها به خطر نیندازین. سربازان را از اینجا ببرید. وگرنه ما خود این کار را خواهیم کرد. جناب رئیس، به من کمک کنید تا بتوانم نظم را برپا کنم. دیدی؟
جناب سلیمان، گوسفندان اینان محصولات 1 سال ما را از بین بردند. باشد برای بعد. فعلا مصالحه کنید. سوار شوید. سریعتر. عجله کنید. چه شده؟ یک باره به راه افتاد. گویا به اریحا می رود. برادر التهاب به اوج رسید تا اینکه چند نفر به مردم حمله کردن، حتی به نزدیکان خویش. بیشترشون رو دستگیر کردیم. اینطور میتوانیم از هم مراقبت کنیم. هر لحظه ممکن است یک نفر تصمیم جناب سلیمان، ما ترسیدیم، کمک ما کنید. آمار این چه بلایی بود که بر سر ما آمد؟ خدایا، ای تنها معبود و همه چیز من، ای همه کس و کار من،